نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال بهتر و زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با ترجمه آیاتی دیگر از سوره مبارکه الحاقه. الحاقه نامی از نامهای روز قیامت هست که الله متعال برای ما در این سوره مبارکه از اتفاقهای عظیم روز قیامت صحبت می‌فرماید و همچنین سرانجام کسانی که این اتفاق عظیم رو تکذیب کردن و همچنین عاقبت کسانی که این اتفاق عظیم رو پذیرفتن و قبول کردن. الله متعال در سوره مبارکه حاقه بعد از اینکه درباره برپایی روز قیامت صحبت فرمود و فرمود که آن روز روزی است که به پیشگاه الله متعال عرضه خواهد شد و هیچ چیزی از شما مخفی نخواهد ماند، در آیه 18 در آیه 19 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما من اوتی کتابه بیمینه. در آن روز که پرونده اعمال باز خواهد شد و هیچ چیزی مخفی نخواهد بود و الله متعال حکم خواهد کرد درباره فرزندان آدم علیه السلام و انسانها. فاما من اوتی کتابه بیمینه، آن کسی که نامه اعمال او به دست راست او داده می شود. فاما من اوتی کتابه بیمینه، یکی خواهد آمد ملکی و روبروی شخص کارنامه اعمالش رو به دست راست او می دهد و می فرماید که این کارنامه اعمال شماست، بفرمایید و بگیرید. فاما من اوتی کتابه بیمینه، همین که این کارنامه اعمال از روبرو و به دست راست داده میشه نشان از خوشبختی و سعادت و موفقیت است قبل از اینکه شخص ببینه کارنامه رو. چون اگر موفق نبود به دست راستش نمیدادن، به دست چپش میدادن و از رو نمیدادن، از پشت سر بهش میدادن. فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر کسی که نامه اعمال او به دست راست او داده می شود. فیقول، میگوید از خوشحالی، ها اقرؤوا کتابیه، بیایید و کتاب من رو بخوانید، بیایید و کتاب من رو بخوانید، بیایید که نامه اعمال من رو ببینید. از خوشحالی، وقتی منتظر هستی تا پاسخ امتحانی که دادی بیاد، وقتی که در کنکور شرکت کردی برای دانشگاه منتظر نتایج اعلان کنکوری، وقتی که در امتحان ارشد و یا دکترا شرکت کردی و منتظر نتایج هستی، وقتی در امتحان استخدام برای یک کار در یک اداره شرکت کردی و منتظر نتیجه هستی، چه اضطراب و دلهره‌ای داری. کاری که دستاوردی که به این دنیا مرتبطه و ضربه‌ای هم به انسان نمیزنه خیلی جاها، اون قدری که انسان رو از بین ببره. بله، تأثیر داره در زندگی انسان همه این امتحانات که ذکر کردم، اما بدون اینها میشه زندگی کرد. یک فرصت دیگه برای تلاش هست. اگه در کنکور قبول نشیم، اگه در امتحانات بالاتر و پایین‌تر، اگه در استخدام، فرصت برای جبران هست. یک بار دیگر، یک جای دیگر، یک کار دیگر. اما وقتی که انسان با وجود اینکه فرصت هست موفق میشه و خبر قبولی به انسان میرسه، چقدر خوشحال میشه. خیلی خوشحال میشه وقتی انسان خبر قبولیش رو میشنوه، در دانشگاهی، در کاری، در امتحانی.
نمره خوب گرفته. امتحان قیامت، کارنامه قیامت خیلی ارزشمندتر است، چون اون کارنامه به معنای این است که این طرف میره به جنت و به بهشت میره و دیگه قیامت برای این تمام شده است و دیگر برای این انسان غمی نخواهد بود، غصه‌ای نخواهد بود، اندوهی نخواهد بود، جدایی نخواهد بود، غمی نخواهد بود، مرگی نخواهد بود. همه شادی است، همه خوشحالی است. این احساس زیباست. فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر کسی که نامه اعمال او به دست راست او داده شود، فیقول ها اقرؤوا کتابیه، بیایید کتاب من رو بخونید، نامه اعمال من رو نگاه کنید. خوشحاله، پیش این میره، پیش اون میره، پیش این میره. در اون روزی که یوم یفر المرء من اخیه، اون روزی که انسان از برادرش میگریزه، و امیه و ابی، از مادرش، از پدرش، و صاحبته و بنیه، از همسرش، از فرزندش انسان میگریزه. یبصرونهم، اونها رو میبینه، ولی مجرم میخواد که به خاطر اینکه خودش از عذاب نجات پیدا بکنه، حتی فرزندش، حتی همسرش، حتی کل خاندانش رو بده، به جای او عذاب بشن اما خودش عذاب نشه. در این روز سخت این میره پیش این که نامه اعمال من رو ببین، پیش اون میره که نامه اعمال من رو ببین. از خوشحالی چه احساس قشنگی است. به والله طعم لذت رو نخواهیم چشید تا اون روزی که این بشارت به من و شما داده نشه، و تا وقتی که این بشارت به من و شما نرسه، اون موقع اصلا تا اون لحظه لذت و خوشحالی معنایی نخواهد داشت. خوشحالی حقیقی و لذت حقیقی و بشارت حقیقی و موفقیت حقیقی اون وقتی است که نامه اعمال به دست راست من و تو داده بشه، و اون موقع است که دیگه هیچ غمی باقی نخواهد موند. اون موقع است که به ما بشارت داده میشه برای جنتی که در اون همه چیز هست. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. من میدانستم که با نامه اعمال خود و حساب کتاب اعمال خود روبرو میشم، به همین خاطر از همون روز آمادگی گرفته بودم. من میدانستم که امتحان هست، من باید آمادگی بگیرم برای امتحان. من میدانستم. این خیلی مهم است که بدانیم امتحانی است و آمادگی بگیریم برای آن امتحان. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من یقین داشتم که حساب کتاب اعمال خود رو درک خواهم کرد و اینها روبروی من قرار میگیرند، پیش روی من. فهو فی عیشة راضیه، در یک زندگی رضایتمندی است. این انسان بیشتر از این دیگه چی میخواد؟ فی جنت عالیه، در جنتی که والاست، درجات و عظمت داره، جنتی والا مقام، قطوفها دانیه، جنتی که میوه های اون نزدیک است، در دسترس است. اون نعمت های دنیا رو که در دسترس او بودن، لذت های دنیا رو، شهوت های دنیا رو، خواسته های دنیا رو، به خاطر الله متعال ترک کرد، از راه حرام نزدیک نشد به اونها. در مقابل الله تعالی در جنت برای او میوه ها و لذت های در دسترس او گذاشته است. قطوفها دانیه، محصولاتش و ثمرات جنت نزدیک است. کلوا واشربوا، به اونها گفته می شود که بخورید و بیاشامید. هنیئا، نوش جان شما باد، گوارای وجودتان باد. بما اسلفتم، در نتیجه آنچه که پیش فرستاده اید برای خود، فی الایام الخالیه، در اون روزهای گذشته زندگیتون، روزهایی که خلوت میکردید با خود و الله متعال، اون روزهایی که قبل از شما گذشت، در اون روزها پیش فرستاده بودید، اون روز فکر الان بودید، اینم نتیجه آن. و اما من اوتی کتابه بشماله، آن طرف در گوشه دیگر از این صحرای محشر انسان‌های عبوس و قمطریر، چهره در هم کشیدن. این طرف از خوشحالی این بالا و پایین میپره و به این نشان میده و به اون نشان میده. آن طرف عده دیگری شکست خوردن. نامه اعمال اونها از پشت سر به دست چپ اونها داده خواهد شد. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، خواهد گفت ای کاش اصلا خبر نمی شدم، اصلا داده نمی شدم این پرونده اعمال، کاش به من نمی دادن پرونده اعمال من رو، اصلا خبر نمی شدم. ولم ادری ما حسابیه، کاش نمی دانستم حساب کتابم رو که نتیجهش چی میشه، کاش به من نمی گفتن. یا لیتها کانت القاضیه، کاش همون مرگ پایان زندگی من می بود و از بین می رفتم، دوباره زنده نمی شدم.
آن کسی که در این دنیا مرگ بدترین آرزوی اوست و همیشه از مرگ فرار میکنه، کافر، مشرک، کسی که اعتقادی به آخرت نداره و از مرگ میترسه، اصلا مرگ رو دوست نداره، در روز قیامت آرزوی مرگ میکنه. یا لیتها کانت القاضیه، کاش مرگ می آمد و من رو برای همیشه از بین می برد و راحت می شدم و تمام می شد همه چیز. چی شده که این آرزوی مرگ میکنه؟ چون می بینه واقعیت رو. این از مرگ می گریخت و دنیا اصلا آرزو نمی کرد مرگ رو. اونجا چون در دنیا برای اون مرگ به معنای پایان لذت‌های او بود و آرامش و سعادتی که خیال میکرد داره در این دنیا، اما اون دنیا مرگ راه فرار از عذابی است که پیش روی اوست. به این خاطر مرگ رو ترجیح میده بر اون عذاب. یا لیتها کانت القاضیه، کاش میمردم و دیگه اصلا همون که مرده بودم تمام میشد، دیگه بر نمیگشتم به این دنیا با آخرت. همونجا مرگ پایان زندگی من می بود. ولی مرگ پایان زندگی من و تو نیست. مرگ پایان زندگی من و تو نیست. مرگ انتقال از مرحله به مرحله دیگر است. مرگ پایان زندگی من و تو نیست. مرگ انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر از زندگی است. مواظب اون مرحله بعدی باش. به خاطر چند صباح این دنیا اون دنیا رو خراب نکن که میلیاردها سال پیش روی من و توست. این شخص میگوید یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عنی مالیه، مال من هیچ سودی به من نبخشید، من رو از هیچ چیزی بی‌نیاز نساخت در این دنیا. هلک عنی سلطانیه، از دست من رفت قدرت و سلطه من، اون حجتی که داشتم در دنیا، زبان تندی که داشتم، کرسی که داشتم، قدرتی که به دست من بود، هیچ کدوم الان به دست من نیست. من ماندم و خودم و اعمال خودم، نه پولی، نه ثروتی، نه خانواده‌ای، نه قدرتی، هیچی نیست. هلک عنی سلطانیه، همه من رو ول کردن و رفتن. ما اغنى عنی مالیه، مال من به درد من نخورد. هلک عنی سلطانیه، گفته خواهد شد خذوه فغلوه، بگیرید اینو به زنجیر ببندید، در غل و زنجیرش کنید، دست و پاش رو ببندید. ثم الجحیم صلوه، او رو پرت کنید به داخل آتش دوزخ، بیاندازید به دوزخ. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، این رو در زنجیری که 70 ذراع است، 70 متر است، او رو بگیرید و ببندید، در آورید به زنجیری. برخی گفتن از دهانش داخل میکنن و از اون طرف بدنش خارج میشه. این زنجیر در داخل دوزخ. خذوه فغلوه، این را به غل زنجیر ببندید. ثم الجحیم صلوه، به دوزخ بیاندازید. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، در زنجیری 70 متری این را ببندید، به زنجیر در آورید این رو. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، جرم این انسان چی بوده؟ ایمان نداشته به الله عظیم، آن الله عظیمی که خالق آسمان ها و زمین است. این بسیار مهم است. ایمان نه تنها به الله، نفرمود لا یؤمن بالله، به الله ایمان نداشته. الله عظیم، هر چقدر شناخت ما نسبت به الله بالاتر بره، ایمان ما نسبت به الله قوی تر میشه و عبادت ما پررنگتر میشه. باید بشناسیم اون ذاتی رو که به نام الله و خالق خودمون پذیرفتیم که چقدر عظیم است، تا به مانند عظمتش با او رفتار کنیم، تا بترسیم از نافرمانی او، تا مسیر او رو بگیریم، رضایت او رو کسب کنیم و دستوراتش رو انجام بدیم. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، برخی به الله ایمان دارن اما نه الله عظیم. فکر میکنه که الله که نیاز به عبادت ما نداره. الله رو ناقص شناختن. اللهی که عظیم است، خالق است، مالک است، مدیر مدبر عالم است، جبار است، منتقم است، قهار است، متکبر است. با اینکه رحمان و رحیم است، بد میکنی و نیک طمع میداری، هم بد باشد سزای بدکاری. گرچه خداوند رحیم است و غفور، گندم ندهد چون جو میکاری. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، این تشویق نمیکرد به غذا دادن به مسکین ها. نه تنها
بحث غذا دادن به مسکین به جای خود که نمیداد تشویق نمیکرد، خودش جرمه. اینکه کسی خودش به مسکین غذا نمیده یک مرحله است، اونی که تشویق هم نمیکنه. نه تنها بعد غذا بدی به مساکین، تشویق بکنید دیگران رو هم که غذا بدن. این حکایت تعامل با مسکین در کنار ایمان به الله نشان از اهمیت این موضوع داره. اینها به مسکین ها رسیدگی نمی کردن. الله متعال بعد از ایمان به خود عبادت مساکین و رسیدگی مساکین رو مطرح میکن. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است. کمک کردن به مسکین اختیار نیست، اجبار است. یک وظیفه شرعی است، باید این کارو بکنی به اندازه توان و وسع خودت. ولی اینکه 10 ریال در جیب داری، 1 ریالش میتونی خرج کنی. 20 تا خرما داری، نصف خرما رو که میتونی خرج کنی. یک وظیفه شرعی است و بسیار مهم. الله متعال میفهمد این انسان‌هایی که به زندان دوزخ در آمدن، اینها به مسکین‌ها رسیدگی نمی‌کردند. و در سوره مبارکه قلم داستان اون کسانی که برادرانی که باغی داشتن و صبح هنگام می‌خواستن برن محصول باغ رو بچینن، به این خاطر که به مساکین ندند، قبل از اینکه مساکین خبر بشن و بیان باغ رو خالی کنن از محصولاتش. الله متعال قبل از اینکه این کار رو بکنن در مسیر هنوز حرکت نکرده بودن، باغ اونها رو با آتش کشید و از بین برد. چون نیت این رو داشتن که به مسکین ها کمک نکنن. نیتش هم خطرناک است. نیت دشمنی با مسکین، نیت ترک کردن مسکین، نیت بیخیال شدن مسکین، ترک کردن مسکین. مسکین کسی است که خرجش کفاف زندگیش رو نمیده. نیاز نیست کون دست دراز بکنه پیش تو باید شناساییشون بکنی. هم خودت هم دیگران رو تشویق کنی که کمک کنن بهش. در خانواده خودت، خویشاوندان خودت، دوستان خودت، محله خودت بگرد، پیدا کن تا این مسیر رو پیش ببریم. و بزرگانی به همسرشون میگفتن غذا رو بیشتر بپز تا ما با ایمان الله متعال نصف جهنم رو نجات پیدا کردیم از دست این زنجیرهای 70 متری. ایمان آوردیم به الله عظیم، اما ولا یحض علی طعام المسکین مونده هنوز. ایمان آوردیم اما طعام مسکین رو هم باید بدیم تا کامل از دست جهنم نجات پیدا کنیم. با وجود همه عبادت ها مسکین رو فراموش نکن در زندگیت. ولا یحض علی طعام المسکین، اینها تشویق نمی کردن دیگران رو. حتی اینکه خودت کمک نکنی که خیلی وحشتناک، کمک بکنی و دیگران رو تشویق نکنی هم ملامتی. ولا یحض علی طعام المسکین، دیگران رو تشویق نمی‌کنن به طعام دادن مساکین. این جرم اونهاست. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، این انسانی که مسکین رو کمک نمی‌کرد امروز در روز قیامت هیچ دوستی نداره که بهش کمک بکنه، دوست جونجونی نداره که به فریادش برسه. ولا طعام الا من غسلین، غذایی برای خوردن نخواهد داشت چون این به فکر غذای مسکین و یتیم و درمانده و در راه مانده نبود. ولا طعام الا من غسلین، غذای این امروز خونابه و چرکی است که از بدن جهنمیان خارج میشه. غسلین به این میگن آنچه که از بدن جهنمیان خارج میشه در سوختن بدنشون و ادرارشون و آنچه پس افکنده هایی که دارن و حرکت میکنه در دوزخ با همراه خون و آن بوی تعفن، اینها رو بهشون میدن که بخوره. ولا طعام الا من غسلین لا یاکله الا الخاطئون، این غذا غذای خطاکاران است، انسان‌هایی که بد بودند. فلا اقسم بما تبصرون، و قسم با آنچه که می‌بینید، و ما لا تبصرون، و آنچه که نمی‌بینید. قسم به تمام آنچه که هست. این قسم عظیم است چون همه چیز رو در بر گرفته. هر چی که می‌بینید و نمی‌بینید، الله تعالی و مخلوقاتش، هر آنچه که دیده میشه و نمیشه. قسم به هر آنچه که هست. انه لقول رسول کریم، این کلام فرستاده با کرامتی است. و ما هو بقول شاعر، این کلام یک انسان شاعر نیست. قرآن شعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، خیلی کمن کسانی که از شما میپذیرن این حقیقت رو و ایمان میآورند. ولا بقول کاهن، این کلام الله تعالی است. جبرائیل امین بر رسول الله علیه السلام نازل کرده. دو امین آسمان و زمین از الله متعال به شما نقل میکنه. ولا بقول کاهن، سخن یک غیبگو نیست، یک جادوگر نیست.
قلیلا ما تذکرون. اما شما خیلی کم پند میگیرید از این کتاب. تنزیل من رب العالمین، کتابی است که از جانب الله خالق آسمان ها و زمین نازل شده است. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر من الله با عظمت میدیدم، ولو تقول علینا، اگر نسبت میداد به من الله با عظمت بعض الاقاویل، محمد صلی الله علیه و سلم بعضی از کلام ها رو، اگر به دروغ این کتاب رو می آورد از پیش خودش و به من نسبت میداد، میگفت این رو از پیش الله متعال آوردم، اگر اون گونه که شما فکر میکنید محمد این قول الله تعالی نیست، وحی نشده بهش، از پیش خودش آورده، یاد گرفته، استاد بهش یاد داده، این تراوشات ذهنی خودش بوده، خواب دیده، انسان فریخته‌ای بوده و اینها رو از پیش خودش فلسفه بافی کرده و گفته اگر این گونه بود، من الله با عظمت که بیکار نیستم در این عالم، هر کسی به من هر چی نسبت بده و من جلوش رو نگیرم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر این کار رو میکرد که این کلام رو از پیش خود میساخت و به من الله با عظمت نسبت میداد، لاخذنا منه بالیمین، من الله با عظمت با قدرت خودم دست راست او رو میگرفتم، ثم لقطعنا منه الوتین، سپس شاهرگ قلب او رو قطع میکردم و میکشتمش. حتی رسول الله علیه الصلاه و السلام انقدر سنگینه برای الله تعالی که اگر رسول الله علیه الصلاه و السلام هم یک کوچکترین حرفی رو نسبت میداد به الله تعالی، او رو میکشت. چه برسه برای کسانی که به الله تعالی فرزند نسبت میدن، چه برسه برای کسانی که به دروغ به الله تعالی صحبت‌های نسبت میدن. بعضی متاسفانه انقدر گستاخی میکنن، جوک درست میکنن. الله تعالی روز قیامت به فلان اینجوری گفت، الله تعالی اینجوری گفت، از کجا میدونی این چیزها رو؟ انقدر گستاخ شدی و جری شدی که درباره الله عظیم داری صحبت میکنی، پس پیش خود چیزهای نسبت میدی به الله عظیم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر چیزی از پیش خود به من نسبت میداد، محمد علیه السلام دست راستش رو میگرفتیم، شاهرگ قلبش رو میزدیم، میکشتیمش، چون دستش رو میگرفتیم، دست برداریم از آنچه که به الله متعال نسبت میدیم، از ادبیاتی که به الله متعال داریم، از گفتگوهای تخیلی و فرضی که به الله متعال درست میکنیم. مسئله سنگینی است. ارتباط به الله متعال، ادب با الله متعال، ادب گفتاری به الله متعال، تعابیری که برای الله متعال استفاده میکنیم، اسمهایی که استفاده میکنیم، حق نداریم از پیش خود هر چی میخوایم استفاده بکنیم، هر اسمی میخوایم استفاده بکنیم، هر صفتی میخوایم نسبت بدیم، هر کلامی رو نسبت بدیم به الله متعال. اینو بعد به جد پیگیر شد. الله متعال میفرماید بسیار سنگین است این حکایت. فما منکم من احد عنه حاجزین، اگر من اون موقع شاهرگ غربش رو میزدم و هیچ کسی از شما نمیتونست که جلوی من رو بگیره و محمد رو نجات بده، اگر دروغی من نسبت میداد. مگه میشه که پیغمبری به کسی به دروغ بیاد بگه من پیغمبرم، به الله متعال کتابی بیاره نسبت بده، به الله متعال بلای سرش در نیاره. و انه لتذکرة للمتقین، این کتاب پندی است برای انسان‌های متقی، انسان‌هایی که تقوا پیشه میکنن، دستورات الله متعال رو میپذیرند، به دنبال اطاعت از اوامر او هستند و به دنبال دوری از آنچه که نهی کرده هستند. و انه لتذکرة، این پندی است برای متقیان. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و من الله عظمت خوب میدانم که از بین شما انسان‌ها کسانی هستند که تکذیب میکنن این کتاب رو. الله تعالی خلق کرده انسان‌ها رو و خوب میدانه که انسان‌هایی هستند که نمیپذیرن، پشیمان میشن، اما دیر میگن لو كنا نعقل نسمع او نعقل، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اگر میشنیدیم به خوبی این کتاب رو و فکر میکنیم و تفکر میکنیم و عقلمون رو به کار میانداختیم، الان از دوزخ نبودیم، از جمله دوزخیان. اما موقع فاعترفوا بذنبهم، اعتراف میکنن به ذنبشون، اما چه فایده؟ فسحقا لاصحاب السعیر، نفرین و لعنت باد بر اهل دوزخ و آتش. و انه لتذکرة للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و من الله با عظمت میدانم که دی از شما تکذیب میکنن، اما نتیجه چی هست؟ که حسرت خواهید خورد، کسانی که تکذیب میکنید این کتاب رو. و انه لحسرة علی الکافرین، حسرتی برای شما خواهد ماند. میگه یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، حسرت بر من که من چقدر افراط کردم، کوتاهی کردم، تقصیر دارم در رابطه با الله متعال و کاش این کارو نمی کردم. و انه لحق الیقین، آنچه در این کتاب است حق است، یقینا واقعیت دارد، حق و حقیقت است، واقعیت است، دروغی در کار نیست. فسبح، هر که اینطوری است، ایمان داری به حقانیت این،
نتیجه این است. فسبح، تسبیح بگو پاک و منزه است الله متعال از هر عیب، از هر نقص، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش. فسبح بسم ربک العظیم، با نام عظیم پروردگارت او رو یاد بکن. بگو سبحان ربی العظیم، بگو سبحان ربی العظیم. الله با عظمت رو، الله رو با نامهای با عظمتش یاد کن، تسبیح بگو، عبادت بکن و در راه معصیت او قرار نگیر و بترس از این که عذاب خود رو بر تو نازل گرداند. الله متعال همین ما شما رو پیروانی حقیقی برای قرآن کریم و رسول الله علیه السلام و بندگان خوب برای خود قرار بدهد. توفیق عبادت صالح و خالصانه و استمرار و استقامت تا آخرین لحظه حیات نصیب گرداند و همچنین حسن خاتمه و رضایت خود رو در آخرت نصیب ما و شما بگرداند و همه امت اسلامی. از اینکه تا این لحظه برنامه خود یاری فرمودید از همه شما عزیزان تشکر و سپاس رو دارم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني